ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 22 میلیون سال 2024 با نشر یک مطلب تحت عنوان رعایت آداب و اخلاق در شبکه‌های اجتماعی حتمی است از بازداشت اسنورا محمدی و نام یک جوانزن بلاگر 26 ساله ساکن کوچه عینی با اتهام نشر یک سونوارهای نیم اوریان و غیر اخلاقی و به عقیده ملیت پایتخت بیرون از آداب و اخلاق خمیده انسانی و دور از آیین ملی خبر داد. ملیسا گفت شبکه‌های اجتماعی که به طور مجازی همچون مکان جمعیتی شناخته می شوند دایره طلبات و آداب و اخلاق خود را داشته هر یک استفاده برنده آن را می باید به طور حتمی رعایت نماید. بنا به گزارش ملیسا در اساس مراجعه‌های شهروندان از جانب کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه شهروند محمدی و اسنورا سال 1998 استقامت کننده شهر دوشنبه به مقامات میلیسیا دسترس کرده شد. مرکز مطبوعات میلیسیا پایتخت تاجیکستان در شرح این قضیه گفت ضمن سنجش معین گردید که اسنورا محمدی و در شبکه اجتماعی اینستاگرام صفحه شخصی خود را تأسیس داده با مقصد زیاد نمودن شماره ابونچیان خود منتظم رسم و نوارهای نیموریان و غیر اخلاقی خود را نشر نموده است. میلیسیا افزود که واقعا چنین عمل ناشایسته که بیرون از آداب و اخلاق خمیده انسانی و دور از آیین ملی است به ذهن و اخلاق نورسان تاثیر منفی خود را میرساند. میلیسیا گفت وابسته به حالت مذکور نسبت به محمدی و اسنورا مواد ضروری ترتیب داده شده برای اندیشیدن چاره‌های دخلدار قانونی به دادگاه ارسال کرده شد. معلوم نیست که به ضد این زن بلاگر بر اساس کدام بند قانون عیبنامه اعلام کردند و به او برای نشر و عکس و ویدیوهای نیم اوریان چه جزایی تعیین میکنند. خود اسنورا محمدی و برای شرح قضیه دسترس نیست. از اول سال جاری میلیسیا شهر دوشنبه از بازداشت دست کم 5 بلاگر با اتهام نشر مواد غیر اخلاقی در اینترنت خبر داده است. اکثر آنها به حبس مأموری به مدت از 5 تا 15 روز محکوم شدند و تنها یک دختر با جریمه خلاص خورده بود.